در سین سالم 71 رفته در همین دیه کلان شدیم کار فعالیت کردیم دیه کشت در سالهای اول یک 18 خوردگی بود بعد با مرور زمان اومد حدودی به 140 145 خوردگی اومده رسیده پدر و مادرم در همین دیه تولد شدگیان خودم همین دیه تولد شدگیان همین کار فعالیت آموزگار 50 سال آموزگار بود 50 سال نیمی طرف یک 100 متر این طرف هم 100 متر بودنده حدودی ببین یک قریب 2 کیلومتر پهن شده دیه کلون شد شرونه خدا من صاحب 4 فرزندم 3 فرزندم در خدی کالخوزآباد زندگی میکنن برسر میبرن صاحب خانه و در فرزندان فرزندانم یک بچه دیگه دارم حدود از سن 20 21 ساله در گیت راغون 15 روز کار میکنه 15 روز دیگه استراحت میکنه اصلا من در همه این کشتی تا میگن تور میگن تولد ما توره اینه که در اینجا سال 1960 زندگی کردیم تا حالا زندگی کردیم همه چون که بعد این من خیلی رفتم صنفی در اینترنت خوندم کلان شدم خوندم در دوشنبه پلی تکنیک که بعد از این من کار کردم همچون مهندس در کلوب شهر کلوب دریا گفتنی از دریای 5 از مسکوسکی رایون با کلوب اومدگی از کلوب اومدگی با هزارا با چقدر سوخوزی هم زشتگی داشت زیدی رو چهار تناسوس سنسا خدی مهندسی کلام بودم امرو با انجام رسیدم در رسپوبلیکا یکم جورا همچون پیش قدم گرفتم که من از مسکو از وزیر برژنف گفتنی گپ آدم اما یک تا مدال روی کردم سیم استپین بعد از اینکه چون که پدر و مادرم در همینجا زندگی میکردن پیر بودن از کلوب مرا مجبور کردن که همین شاهراه که پیدا شد حتما تو بیا به نزد ما من همین شاهراه که وقتی که اشخابات تا سو یکی سو 907 یکی 993 بودن یک چیز از دوشنبه از چی من زغر سر کرد دیگر یک کلوب هزمی جسر کرد ایناش که از همه کلوب بودن از
به همه جاهایی که از هم مشکلیزر بود از همین خوجقلتون تو زغره بود. همین باید که همین تایم در دوره سیوز بود. بابای حاجی چند فرزند داری؟ ما اصلا نه فرزند داشتم. تاش گذشته شد باقی مانده شد. همین 3 بچه بود، 2 بچه گذشته شد. تم دوره جنگ ده یک تاش هست، 6 دختر داره، همش خونه دار، همش جا با جا. دیگه هیچ مشکلی هم ندارم. سال 33 مردم که همین مردمی که می اومد افغانستان میرفت، وقتی که حکومت شروع اومد سرحد محکم که سال 33 ده. سال 33 اومد که همین سرحد محکم گشتن نتونستن. خفا از کجا بودن؟ از مومین آباد، از خوالنگ، از بلجوان، از تمام همون تریتور بودن. اومدن همینجا که اومدن قطعی فرزنداشون قطعی توقع و همین مردم که همینجا اومد که سرحد محکم نتونستن برن. بهار بود، ماه اخیر اپریل و مای بود. مردم میگه میره از کلانترا میگه، از بابام میگه، مامام میگه، همین نقل ما از همون شنویدیم. میگه که مو وقتی که اومد مردم نتونست قفا گشته، اوش که یگون مایده یک قطعش خروکه داشت قفا گشت نتونست در اینجا مون. نمی قدای رده میگه در هر جا موردن ای گشنگی دیگه مردم نتونست. میگه همون سال 33 بسیار که گرم کرد همی توت نمیگه همه توت باغ بود. همی تا بازم قشلاق شده این توت باغ بود. ای هر یک چی آدم ها قبیله ها بعد همی توت باغ وقت شد میگه مردم با توت رسید همی توت خورد در همی تایی تو و باقی موندهش زنده موند. بعدا وطنشون برگشتن. این آدم ها باقی مونده ای کجا ای همی افغانستان، بدخشان، از پامیر، ای درباد، همین آدمایی که در او غلطیدن همین مردم ما چون همینجا گردو بود. همین میگرفت همینجا میوردیم گورشون میکردیم. همینجا گور میکردن. همینجا خلاصه که این دریا ها او اینا چنورو اینا ها یک چنور است اونم های بالا این 100 متری که وسط بود. از این تایدا خوشگی بود زندگی میکردن. خلاصه که میره میدان همین سنگاو که سیل های بسیار اومد سنگ بر اون طرف کوه همین طرف که خاکی بود زد خونه کرده هم طرف میره بود نه دیوال بتونی میبینی نه این سال 1989 90 ما همیشه با خودم مهندس بودم همین دیوال بتونی کردیم که همین قشلوخ نزنه روح بعد روشید روح نزنه انا همین خیلی بدم مردم از همین هر غریبان برای میدن که از هر افغانستان از پامیر بدخشان تاجیکستان همه آدمی که در جامعه مرده است همه آدم غریب دارن در اینجا گوش میکنن. در همین منزل این منزل غریبانشون میگن. این غریب با او حسابی که او میوهشون نامعلوم کی بدن. کوی کجا میومد نه آیا میگرفتن اوش کی میگم کو سالو مادر همین رودا مردن هم گرفتن. همینجا گورشون کردن. همه جا تمام همه افغانستان اوش آورده اوش آورده با بازی که خیلی به هر چقدر جر شد خلاصه که در همینجا وارده اینجا می اومد ها اونا پایینش نه این سنگویل همینجا گردم همینجا یک چند روز فرش میگردن همینجا میگرفتنشون میورده همینجا گورشون میکردن. تخمین چند قدر آدم همینجا گورستان در گور کردگی هست تخمین ممکن که یک 200-300 نفر باشه. دریای 5 او طرف امارت اسلامی افغانستان، این طرف جمهوری تاجیکستان دهه‌ای کشت. در بین فقط دریا دو دولت هم زبان هم دین هم ملت هم فرهنگ هم مدنیت همین دریای 5 از بین دو تا جدا میکنه. وطنم